به نام خدا. حل سری اول حل سوالات امتحان نهایی فصل دوم ریاضی 12 تجربی که دو بخش داره. 12 تجربی فصل دومش، بخش اول توابع متناوب و بخش دومش روابط مثلثاتی یا معادلات مثلثاتی. خب ما شروع میکنیم. در داخل توابع متناوب تابع تانژانت رو اشاره خواهیم کرد. خب ما سعی میکنیم به صورت نکته و سوال بریم جلو و موارد لازم رو برای آموختن در سری اول حل سوالات کامل گفته باشیم. خب اولی یا معروف ترین سوالات فصل دوم با این مدل سوالا شروع میشه که ضابطه رو به ما میدن. داخل ضابطه مقادیر مجهول هست A B C. میگه با کمک برد و دوره تناوبی که دادیم داده شده به سوال ABC رو پیدا کنید یا این معادله رو کامل کنید. خب وقتی اشاره به برد میکنه، برد مشخصه نمودار در محور وای هاست. کمترین مقدارش همون مینیموم تابع است و بیشترین مقدارش هم همون ماکسیموم تابع است. این در واقع ما الان 3 تا معلوم داریم: مینیموم، ماکسیموم و دوره تناوب. خب ماکسیموم ما 4، مینیموم ما -4 و دوره تناوب با حرف تی نمایش میدیم 2. خب وقتی این ستا رو داشته باشیم و بخوایم مقادیر A B C رو پیدا کنیم، مقدار A با این روش به دست میاد: مثبت منفی تفاضل ماکسیموم و مینیموم، به این شرط که حتما باید ماکسیموم اول نوشته بشه، تقسیم بر 2. مقدار C با میانگین به دست میاد، یعنی ماکسیموم به اضافه مینیموم تقسیم بر 2 و مقدار تی که داده و میخواد بی رو پیدا کنیم، بی هم با این مقدار بده. البته بی باید داخل قدر مطلق بذاریم، برابر با تی تقسیم بر 2p تقسیم بر تی. این فرمولش اینجا 2pه. خب الان کافی فقط جایگذاری کنیم. مثبت منفی ماکسیموم 4 منهای -4 تقسیم بر 2 که میشه مثبت منفی در منفی مثبت 4 به اضافه 4 8 تقسیم بر 2 میشه 4. خب مقدار C برابر میشه با 4 من به اضافه -4 تقسیم بر 2 که 0 میشه و جواب مقدار B هم برابر با 2p تقسیم بر 2 که جواب میشه p، چون 2 با 2 ساده میشه. خب الان جواب نهایی ما میشه y مساوی مثبت منفی 4 سینوس. خب px گفتیم حتما باید قدر مطلق b ما یه عبارت مثبت بیاد به اضافه 0. حالا من صفرش هم نمی نویسم و در واقع جواب ما 2 تا ضابطه میشه، یه بار با مثبتش، دومی با منفیش. سوال 2. دوره تناوب مقدار همون در واقع تی رو میخواد، مقدار ماکسیموم و مقدار مینیموم این تابع رو میخواد. این بار ضابطه رو کامل داده و این ستا رو میخواد، برعکس سال قبلی. خب الان ما میخوایم ماکسیموم به دست بیاریم. ماکسیموم این تابع f یا y برابر با c به اضافه قدر مطلق a. فرمول مینیموم برابر با c منهای قدر مطلق a و فرمول t برابر با 2p تقسیم بر قدر مطلق b. خب اینجا a کدومه؟ به این میگیم a. به عددی که پشت تابع مثلثاتی باشه a میگیم و اونی که در کنار x باشه b. اون عددی که جمع یا منها شده با تابع مثلثاتی ما میشه c. خب الان من عددها جایگذاری میکنم تا به جواب برسم. خب 2 c2 به اضافه قدر مطلق 3 که همون 3 میشه و جواب میاد 5. ماکسیموم 5. 2 منهای قدر مطلق 3
که بیاد بیرون همون 3، 2 منهای 3 میشه -1 و جواب آخری 2p تقسیم بر p. این عبارت p با p ساده میشه. جواب قسمت دوره تناوب ما هم عدد 2. سوال 3. بیشترین و کمترین مقدار تابع داده شده، از ما مقادیر A و C رو میخواد. خب یعنی ضابطه رو داریم ولی مقادیر حروف ها رو به صورت ناقص هستش. خب مقدار A رو میخوایم به دست بیاریم، کافیه مثبت منفی ماکسیموم منهای مینیموم کنیم تقسیم بر 2. مقدار C هم برابر با میانگینشون، یعنی ماکسیموم به اضافه مینیموم تقسیم بر 2. خب الان جواب بالایی مثبت منفیه، ماکسیمومش 9، گفته بیشترین 9 کمترین 3 هستش، تقسیم بر 2 میشه مثبت منفی 9 منهای 3 میشه 6 تقسیم بر 2 میشه 3. چون گفته داخل قدر مطلق پس مد نظر ما همون عدد 3 خواهد. اما مقدار C میشه ماکسیموم 9 منهای مینیموم 3 تقسیم بر 2 به اضافه است، علامت به اضافه. 12 تقسیم بر 2 میشه 6. مقدار C هم به دست اومد. دوره تناوب به ضریب x ما میگیم b. دوره تناوب با حرف t نمایش میدیم. 2p تقسیم بر قدر مطلق b که میشه 2p تقسیم بر 8. ساده میکنیم هر دوتاش به 2، جواب میشه p4. این هم از سوال 3. سوال 4. نمودار زیر قسمتی از نمودار تابع زیر است. این تابع این هست. حاصل A B را به دست آورد، یعنی ضربشون، یعنی A رو پیدا میکنیم B هم پیدا میکنیم و ضربشون رو به دست میاریم. وقتی نمودار داده میشه حتما بیشترینش مشخصه که همون ماکسیمومه، کمترین هم مینیمومه و یه دونه موضوع دیگه، نقطه شروع مشخصه. اومده دوباره نقطه شروع دوباره همین اتفاق میفته. ببینید پس دوره تناوب ما عدد 4p خواهد بود. این هم از دوره تناوب. خب الان شروع میکنیم به تکمیل عبارت. ما میدونیم A مساوی مثبت منفی ماکسیموم که 3 هست منهای منفی 1 تقسیم بر 2 که میشه 4 تقسیم بر 2 میشه 2 مثبت منفی 2 که الان میگم کدومش مد نظر ما خواهد بود. اما برای B مقدار B رو میخوایم پیدا کنیم. B هم برابر با 2p تقسیم بر T، 2p تقسیم بر 4p که میشه 1/2. خب این هم از B. مقدار B که 1/2 و همیشه هم داخل قدر مطلق هم هستش، پس همیشه یه عبارت مثبته. اما چون نمودار ما یک نمودار سینوسیه، خود طراح سوال داده و سینوسی هم شکل اصلیش این مدلیه، نگاه کنیم برعکس سینوس هست، یعنی کلا نسبت به محور ایکس ها قرینه شده. چون برعکس محور ایکس هاست نتیجه میگیریم که پشت سینوس حتما با یه عدد منفی باشد تا نسبت به محور ایکس ها قرینه شده باشد. پس مقدار آ در اصل -2 و الان آ که -2 ضرب داره، چون گفته A ضرب B، -2 ضرب در 1/2 جواب میاد -1. پس مقدار ما حاصل A ضرب B میشه عدد -1. سوال 5. بخش تابع تانژانت وارد شدیم. درست یا نادرستی عبارت را مشخص کنیم. قبل از اینکه اینا رو حل کنیم ما یک تابع تانژانت رو با هم دیگه رسم کنیم. ما تابع سینوسی بلدیم، رسمش رو کوسینوسی هم بلدیم، اما تابع تانژانت این مدلی رسم میشه. خب این قسمت p2 که تعریف نشده میشه.
بعدش این قسمت 3p دومه. خب اینجام که همون 2p. این نمودار تابع تانژانت هست. در دایره مثلثاتی هم ما به محور افقی که میگفتیم محور کوسینوس ها و به محور عمودی میگفتیم محور سینوس ها، محور تانژانت هم این قسمت میشد، تانژانت. خب تو همین نمودار تانژانت که رسم شده، شما اولین چیزی که یاد میگیری این که دامنه تابع تانژانت برابر با همه اعداد عضو اعداد حقیقی، به طوری که x ما مخالف کاپی به اضافی پی دوم باشه و حتما هم کا عضو اعداد صحیح انتخاب شده باشه. این دامنش. اما در مورد بردش، برد تابع تانژانت دقت کنید هم به سمت پایین هم به سمت بالا کل اعداد حقیقی میشه. در مورد دوره تناوب تابع تانژانت، دوره تناوب تابع تانژانت نگاه کنید، من اینجا شکل رو یه بار دیگه با این شکل برم. اینجا این قسمت پیه، دوره تناوب تابع تانژانت پی خواهد بود نه 2p. و مدل دیگه این که تابع تانژانت در بازه رسم شده خودش همیشه اکیداً صعودیه، اما در بازه مشخص شده این اتفاق میفته. در کل دامنه نه صعودی هست و نه نزولی. دلیلش هم به خاطر اینکه در بعضی از نقاط تابع تعریف نشده میشه، یه جا که صعود کرده نقطه بعدی شروعش نزولیه، دوباره بیاد بالا نمیشه. خب الان به سوالات جواب بدیم. یه تابع y مساوی تانژانت x در بازه 0 و 2p صعودیه، ما میگیم نادرست. دلیلش این که در بخشی از بازه ها، بخشی از محور اعداد ما تعریف نشده میشه. اما در قسمت بعدی بازه‌ای که تابع تانژانت در آن نزولی باشد وجود ندارد. ببین در همه حالت ها از چپ به راست صعودیه، این جمله درسته، همیشه صعودیه، اما در کل دامنه نه صعودیه نه نزولی. سوال بعدی خط x مساوی p، یعنی این x مساوی p ببینید. خب نمودار تابع y مساوی تانژانت x را قطع میکنه، این درسته. خب کدومش قطع نمیکنه؟ مثلا x مساوی p دوم قطع نمیکنه. دوره تناوب تابع y مساوی تانژانت x برابر 2p این غلطه. دوره تناوبش رو این توضیح دادم، برابر با p هستش، پس اینم نادرسته. خب میریم سوال 6. میگه مقدار کوسینوس پی 12 را به دست آوریم. خب وقتی به این مدل داده میشه، ما اول اینو تبدیلش میکنیم به درجه. روش تبدیل به درجه هم یه روش ساده تر هست که به جای پی کافی 180 بذاریم. پس میشه کوسینوس 180 تقسیم بر 12. جواب میشه کوسینوس 15 درجه. الان چون ما میخوایم کوسینوس 15 درجه رو به دست بیاریم، حال به خاطر این که بتونیم به این نوع سوالات جواب بدیم لازم یه چند تا رابطه با هم دیگه تمرین کنیم. رابطه اول، کوسینوس 2 آلفا مساویه، اینو باید حفظ کنید، کوسینوس 2 آلفا به 3 بخش تقسیم میشه. 3 بخش، یعنی 3 تا فرمول ازش در میاد. فرمول اول که فقط کوسینوس داره، تو معادلات و مثلثاتی این فرمولا خیلی به درد میخوره. کوسینوس 2 آلفا مساوی با 2 کوسینوس توان 2 آلفا منهای 1. اگه فقط میخوای سینوس داشته باشه، 1 منهای 2 سینوس توان 2 آلفا، اینا باید حفظ بشه. اگه میخوای هم کوسینوس داشته باشه هم سینوس، کوسینوس توان 2 آلفا منهای
سینوس تواندوی آلفا. در پای دهم یاد گرفتی که جمعشون همیشه یه مقدار ثابت 1 میشه. تفاضلشون به شرطی که کوسینوس اول باشه برابر با کوسینوس 2 آلفا میشه. خب یه فرمول دیگه هم حالا که اینا رو گفتم این هم یاد بدم. سینوس 2 آلفا برابر با 2 سینوس آلفا در کوسینوس آلفا که اینا در جاهای خودشون استفاده میشه. خب ما کوسینوس 15 میدونیم که 2 تا 15 میشه 30 درجه. یعنی این فرمول به درد ما خواهد خورد اما با یک کم تغییرات. چطوری؟ -1 رو میدم این ور و همشو به 2 تقسیم میکنم. در واقع کوسینوس 2 آلفا مساوی 2 کوسینوس تواندوی آلفا منهای 1. من منهای 1 رو میدم این ور میشه کوسینوس 2 آلفا به اضافه 1 به 2 هم تقسیم کنم برابر با همون کوسینوس تواندوی آلفا. خب الان من جایگذاری کنم. کوسینوس تواندوی آلفا که آخر سر مجبوری یه رادیکال بگیری یه جذر بگیری برابر با کوسینوس 2 تا آلفا، یعنی الان آلفا که 15 درجه است 2 تا آلفا میشه 30 درجه به اضافه 1 تقسیم بر 2. پس الان شد کوسینوس آلفا مساوی، چون با رادیکال هم بگیریم رادیکال. خب کوسینوس 30 درجه که میشه رادیکال 3/2 به اضافه 1 تقسیم بر 2 و در همین حد هم کافیه. حالا اگر خواستید صورت کسر رو میتونه ساده کنید. چطوری؟ و هر دو تا مخرج 2 میشه رادیکال 3 به اضافه 2 صورت شد، چون 1 2 تا 2 میشه. اینجا هم که 2 همشون یه رادیکال میذاریم و میتونیم ساده هم بازم کنیم. چطوری؟ یعنی آخرین قسمت جواب ما به این مدل خواهد بود که میتونم بنویسم 2 به اضافه رادیکال 3/2. اینجا مخرج 1 میدیم، 1 ضرب دور در دور نزدیک در نظر رادیکال 4 که میشه همون 2. خب میریم سوال 7. سوال 7 میگه درست یا نادرست عبارت های زیرا مشخص کنید. ما بالا یه فرمولی گفتیم که هر وقت توان دوم کوسینوس با توان دوم سینوس منها بودن میتونیم از یه فرمول جایگزین استفاده کنیم، اونم برابر با کوسینوس 2 آلفا. خب خود آلفا که 15 درجه است، کوسینوس 2 تا 15 میشه 30 درجه و کوسینوس 30 درجه میشه همون رادیکال 3/2. پس این درسته. سوال بعدی سوال 8. رسیدیم بخش معادلات مثلثاتی. معادلات مثلثاتی به خاطر اینکه یاد بگیرید من دایره مثلثاتی براتون میکشم به عنوان یادآوری و یه رمزی هم بهتون یادآوری میکنم به نام هستک. هستک 4 حرفه. حرف اول همگی مثبت، اینجا همه مثبتن. حرف دوم فقط سینوس مثبته. حرف سوم تانژانت کوتانژانت مثبته، تانژانت کوتانژانت معکوس همن. و حرف چهارم فقط کوسینوس مثبته. خب این رمز یادمون باشه. بر اساس این رمز ما روابط مثلثاتی رو تعریف میکنیم. ببین هر وقت سینوس x مساوی سینوس آلفایی شد که آلفا حتما باید بر حسب رادیان باشد، ما میتونیم بنویسیم x مساوی جاهایی که سینوس مثبته در ربع اول و ربع دوم سینوس مثبته 2 کاپی به اضافه آلفا و x مساوی 2 کای علاوه 1 پیه، چون 2 کای علاوه 1 پی میشه همون این قسمت. یه ذره عقب میایم منهای آلفا تا ربع دوم بیفته. اینا رمزن که یاد بگیریم. برای کوسینوس هم همین شرایط هست. کوسینوس x مساوی کوسینوس آلفا
یه دونه رابطه به این مدل می‌نویسیم x مساویه 2 کاپی مثبت منفی آلفا. چرا؟ چون مثبت آلفا میشه رو به اول، منفی آلفا میشه رو به 4 که کوسینوس مثبته. با کمک این رابطه و این روش کدگذاری میتونیم به سوالات جواب بدیم. الان برای این سوال من اینجا رو پاک میکنم. خب خودش گفته که سینوس 2x مساوی سینوس x. کافیه من بیام بنویسم 2x مساوی 2 کاپی به اضافه x، 2x مساوی 2 کای علاوه 1 پی منهای x و این x رو بر حسب رادیان تصور کنم. هر وقت دو طرف سینوس داشت میتونید دو تا سینوس رو خط بزنیم و به جای x هم x رو به صورت یه آلفا در نظر بگیریم. ما مقدار x رو میخوایم نه 2x رو. پس من میام 2 رو به همش تقسیم میکنم. x مساوی 2 کاپی تقسیم بر 2 در به اضافه x دوم. البته قبلش یه کاری انجام بدیم و x ها رو بیاریم یه طرف. خب اینو میارم این ور. میشه 2x منهای x میشه x مساوی 2 کاپی. خب اینم بیارم این ور میشه 3x مساوی 2 کاپی هم به داخل ضرب میکنم. 2 کاپی به اضافه پی رو به داخل پارانتز ضرب کردم. خب الان همشو به 3 پشت x ساده میکنم میشه 2 کاپی به اضافه پی سوم. پس یه جواب ما این عبارت شد، یه جواب ما این عبارت شد که اگر میگفتن مثلا در فلان بازه به دست بیارید به جای کا عددهای صحیح قرار میدیم و ببینیم کدوم ها در همون بازه میفته به عنوان جواب مشخص میکنیم. اما سوال 9 معادله مثلثاتی داده شده را حل کنید و جوابهای کلی آن را بنویسید. ما یه فرمولی بالا گفتیم که سینوس 2 آلفا مساوی 2 سینوس آلفا در کوسینوس آلفا. حالا اینجا x داده. ما همش رو ضرب در 2 میکنیم تا به این فرموله برسیم. هر وقت در معادلات مثلثاتی عبارت سینوس و کوسینوس رو دیدید حتما باید تبدیل کنید به یکیش تا راحت تر حل کنید. نمیشه در یک معادله 2 تا مجهول باشه. خب الان من همش رو ضرب در 2 میکنم. پس اینم ضرب در 2. پس این عبارت من میشه همون سینوس 2x مساوی 4 با 2 ساده میشه رادیکال 2 دوم. خب اینو باید به صورت رادیان بیاریم. سینوس 2x مساوی در کدوم نسبت مثلثاتی یه سینوس رادیکال 2 دوم میشه؟ سینوس پی 4 یا همون 45 درجه است. خب چون بالا رابطه را یاد دادم 2x مساوی 2 کاپی به اضافه پی 4 رو 2x مساوی 2 کای علاوه 1 پی منهای پی 4 رو پشت x 2 اضافه است به همش باید تقسیم کنیم. x مساوی 2 کاپی تقسیم بر 2 میشه همون کاپی به اضافه پی 8. چرا؟ چون 4 با 2 ضرب میشه و این ورم که میشه x مساوی 2 کای علاوه 1 دوم پی منهای پی 4 رو. خب و جوابهای کلی رو بده. به این میگیم جوابهای کلی چون داخلشون عدد گذاری نکردیم به جای کا. خب سوال 10 معادله مثلثاتی داده شده را حل کنید و جوابهای کلی آن را بنویسید. خب هر وقت در چنین سوالاتی عبارت تواند دیدید و 2 تا مثلثات شما نسبت‌های مثلث یکسان بود هم با روش تغییر متغیر میتونید برید حل کنید. مثلا تی به تواند منهای 2 تا تی مساوی 0. هم با روش فاکتور گیری هم میتونید حل کنید. ببینید کوسینوس x فاکتور میگیرم
میشه کوسینوس x منهای 2 مساوی 0. خب وقتی دو عبارت ضربشون 0 باشه 2 شاخه میشه کوسینوس x مساوی 0 کوسینوس x منهای 2 مساوی 0 که این بیاد اینور میشه کوسینوس x مساوی 2 قابل قبول نیست. چرا؟ چون هیچ وقت کوسینوس و سینوس بین 1 و -1 جوابش میشه، نه بیشتر یا کمتر از 1 یا -1 بود غیر قابل قبوله. اما برای بالایی کی کوسینوس x مساوی 0 میشه، ما در پی دوم یعنی x مساوی کاپی مثبت منفی پی دوم جوابی که میاد کوسینوس x 0 میاد. در پی دوم و 3 پی دوم 0 میاد. در نتیجه جواب رو به دست آوردیم. این هم جوابهای کلیش. در سری های بعدی سوالات پیشرفته تر و سخت‌تر و نکته‌های ریزتری از این فصل رو براتون ارائه میدیم، به شرط اینکه علاقمندی خودتون رو ابراز کنید. موفق باشید.